سلام. داشتم در ارتباط با کلمه یه هک تحقیق می‌کردم، به یه چیز خیلی جالب خوردم، گفتم که با شما هم شیرش کنم. خیلی جالب بود برام. یکی از هکایی که تو تاریخ اتفاق افتاده، نه مربوط به کامپیوتر، نه مربوط به الکترونیک، نه مربوط به وسایل مکانیک. حالا اصلا معنی کلمه هک معنی که آقا یک کاری که خیلی معمول و خیلی عادیه رو به روش خلاقانه یا حالا غیر معمول انجام میدیم. حالا این چیز خیلی جالب که اتفاق افتاده. ما یک واحد طول داریم به اسم اسموت اینا، که شما حتی تو گوگل ارث هم که بیاین اینجا هست، نمیتونین بر اساس این محاسبه انجام بدین اینا. حالا میتونین واحدش رو تغییر بدین. من یادم نیست از کجا تغییر دادم. حالا اینجا میشه تغییر کنید، سانتی متر متر. این اسموت. حالا جریان این چیه؟ هیچ. یه سری دانشجوی دانشگاه MIT اومدن با قد یه نفر، فکر می‌کنم اسمش الیوت نه اولیور اسموت، اومدن یه نفر رو خوابوندن رو پل با قد اون، ببین چند بار میتونه بخوابه رو پل و با قد اون اومدن این پلو اندازه گرفتن. بعد اسم فامیلی بنده خدا اومد روی واحد طول که حتی تو گوگل ارث هم هست و حتی استاندارد هم داره. یعنی اصلا یه چیز خیلی عجیبی تو ایزو ثبت شده. اصلا میگم خیلی جالب و مثلا به عنوان هک برام خیلی جالب بود که حتی به اینجور چیزها هم هک میگن.